بیشترین زمینه تنش بین کشورها را فراهم می‌کند. بهش یه اصطلاحی داره میگن مرز چی؟ مرز تحمیلی. جوابا رو دادم؟ نه خیر. کی باید میداده؟ هزینه کردی؟ پشت صحنه؟ نه. اصلا از کجا چیه مرز تحمیلی چیه؟ هیچ وقت اینقدر تنکاش نمی‌کردید. الان نه میخوام بدونم. مرزی که تنش داره دیگه آقای مدیری. جان من بدون. میدونم. من از کجا بدونی؟ خونده بودم. کجا؟ یعنی چی؟ مرز تحمیلی یعنی چی؟ وقت نداریم الان. من چی نه فکر- وقت داریم تا فردا. 50 امتیازم میدم. توضیح بده. خب تماشاگران نخندن یه لحظه. ببینید آقای مدیری عزیز، مرزهایی که توشون اضطراب و تنش زیاده. 100 امتیاز میدم. توضیح بده. شنیده بودم. آخه از کجا؟ یعنی مثلا داشتیم تو تجریش شاید میشدن مرز تحمیلیه. از کجا شنیده بودی؟ یکم مسافرکشا گفت.